سلام دوستان، امیدوارم حال دلتون خوب باشه و هر جا که هستین روز خوبی رو شروع کرده باشید. من توی این ویدیو میخواستم در مورد 10 تا کار ضروری که به محض اینکه به کانادا وارد میشید باید انجام بدین صحبت کنم. اگه تازه به کانادا مهاجرت کردین یا قصد اینو دارین به کانادا مهاجرت کنید، این ویدیو میتونه خیلی به دردتون بخوره. پس حتما تا آخر این ویدیو همراه من باشید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. ممنون. اولین کار اینه که وقتی که از هواپیما پیاده شدین، وقتی که به سمت سالن خروج که دارید میرید، توی راه یک سری کیوسکایی هستش که یک مانیتورهای بزرگی داره که توی مانیتورها بعد به یک سری از سوالات پاسخ بدید و اینکه پاسپورتتون رو اسکن کنید و اونجا ازتون یه عکسی میگیره اون دستگاه. و وقتی که سوال‌ها رو جواب دادین، اینکه حالا چی همراهتون هست، چی نیاوردین، اینکه بیش از حد مجاز اون چیزایی که بهتون گفتیم و آوردین یا نه، اگرم چیزی بیشتر از حد مجاز آورده باشین تو این دستگاه باید اعلام کنید. و بعد از اینکه پاسخ دادید و سوالاتتون تموم شد، بهتون یه پرینت میده که شما باید این پرینت رو همراه خودتون داشته باشید، چون موقعی که بخواین از فرودگاه خارج بشین این پرینت رو باید نشون بدین. بعد از اینکه در واقع پرینت رو گرفتین، بعد به سمت قسمت بوردر سرویس برین یا به قسمت خروجی میرین که در واقع دفاتر ایمیگریشن یا همون دفاتر مربوط به فرودگاه هستش، که قبل از اون باید چمدوناتون رو تحویل بگیرین و بعد از اینکه چمدوناتون رو تحویل گرفتید کنار این دفاتر پارکشون میکنین و به داخل آفیس میریم. داخل آفیس که رفتین نوبت میگیرین و میشینین تا صداتون کنن. بعد که میتونم بگم که برای خود ما این بخش جز به ترسناکترین بخشایی بود، چون ما خیلی بد شنیده بودیم در مورد آفیسر و فکر میکردیم که آفیسر یه در واقع کسیه که خیلی سوالات سختی میپرسه و خودمون رو آماده کرده بودیم براش، خیلی استرس داشتیم و تنها سوالی که از ما آفیسر پرسین این بودش که متولد چه سالی هستید، همین، و هیچی دیگه از ما نپرسید و گفتش که فقط در واقع اطلاعات شخصی پرسید که با پاسپورت چک کنه ببینه مثلا داری درست میگی یا نه، که بعد از اون مثلا به ما پرمیتامون رو داد. حالا تو این قسمت کسایی که برای تحصیل یا برای کار دارن میان حتما باید وارد این آفیس بشن، در واقع وارد این دفاتر خدمات بشن، چون که کسی که تحصیلی داره میاد یا برای کار داره میاد باید یه اجازه کار یا اجازه تحصیلی داشته باشه که این برگه های ورک پرمیت یا استادی پرمیت اصطلاح بهش میگن، اینا رو باید از این دفاتر بگیرید. خب بعد اینجا آفیسر با توجه به لیبل ویزایی که تو پاسپورتاتون خورده به اندازه همون تاریخ بهتون ورک پرمیت و استادی پرمیت رو براتون صادر میکنه و برگه‌هاشو بهتون میده. دومین کاری که باید انجام بدین اینه که باید سین نامبرتون رو بگیرین. خب دیگه کانادا رسیدید، یه روز استراحت کردید، دیگه باید پاشید برید سین نامبرتون رو بگیرین. سین نامبر چیه؟ سین نامبر مخفف کلمه سوشال اینشورنس نامبر هستش که در واقع این کد شناسایی شما تو کشور کانادا هستش که باید این کد رو اول از هر چیزی به دفاتر کانادا سرویس برید که توی هر محله یا توی هر شهری که ساکن هستید شعبه‌های مختلف داره که میتونید برین تو اون دفاتر و پاسپورتتون رو و پرمیتاتون رو همراه خودتون ببرید و برید که این سین نامبرتون رو دریافت کنید. این سین نامبر به قدری مهمه که اگه این سین نامبر رو نداشته باشید نمیتونید حساب بانکی باز کنید، نمیتونید سیم کارت بخرید و نه حتی میتونید کار پیدا کنید. سومین کار اینه که برید سیم کارت بخرین. تو کشور کانادا هم مثل کشورهای دیگه اپراتورهای مختلفی داره برای سیم کارت که حالا خودتون با توجه به نیازی که دارین و بودجه‌ای که دارین و محلی که زندگی میکنین، حتی چون باید آنتن دهیای در واقع اپراتورها رو نگاه کنید که ببینید تو محله هایی که میخواید زندگی کنید آنتن دهی خوبی داره یا نه، یا مثلا پرسجو کنید یا تو اینترنت سرچ کنید که اینترنت کدوم اپراتور بهتره، در واقع پیشنهادات کدوم اپراتور بهتره، چون کسایی که تازه وارد کانادا میشن، به اصطلاح تازه واردا یا نیوکامرهایی که هستن،
اپراتورها در تلاشن، یعنی دارن رقابت میکنن که مشتری جذب کنن. برای همین میان برای کسی که تازه وارد کشور شدن یه سری آفرها پیشنهاد میدن بهشون، مثلا اینترنت مثلا ماه اول یا دوم رایگان، یا مثلا اینترنت بالاتر با بودجه پایینتر به شما پیشنهاد میدن که در واقع خودتون اون زمان باید تصمیم بگیرین که با کدوم اپراتور میخواین جلو برین و این نکاتی که گفتم و حتما بهش توجه کنید، چون میگم اون زمان که تازه وارد هستیم و تازه وارد کشور شدید خیلی پیشنهادات خوب هستش از اپراتورهای مختلف که میتونین خودتون انتخابش کنید. چهارمین کار اینه که برید حساب بانکی باز کنید. خب توی کانادا برعکس حالا کشور خودمون بانکای زیادی نداره، یعنی یه تعداد بانکی داره که اکثر افراد تو اون بانک ها حساب باز میکنن که بانک های در واقع معروفی هستش که مثل CIBC، TD و RBC و اسکوشیا هستش که میتونید حالا با توجه به پیشنهاداتی که هر بانکی برای تازه واردا در نظر گرفته تصمیم بگیرید که تو چه بانکی حساب باز کنید. همونطور که گفتم مثل سیم کارت، مثل اپراتور سیم کارت ها، بانک هم برای تازه واردا، افراد تازه وارد پیشنهادات خیلی خوبی ارائه میده که میتونید برید چک کنید که یا برید تو حضوری از کسایی که تو بانک کار میکنن بپرسید که ما خودمون مثلا بانکی که من انتخاب کردم از دلایلش این بودش که درگاه مستقیم پرداخت شهریه دانشگاه داشت، یعنی میتونستم به صورت مستقیم از اون اپلیکیشن بانک حساب دانشگاه پرداخت کنم که این کار برای من خیلی راحت تر میکرد. بعد دومین چیز این بودش که کردیتی که به ما میداد نسبت به بانک‌های دیگه بالاتر بود و یک سری در واقع بانک‌ها خدمات سالانه دارن، یه هزینه خدمات سالانه دارن که همونطور که میدونید که من چون دانشجو بودم 5 سال منو از این هزینه ها معاف و همسرم رو به اندازه 2 سال معاف کردش که این پیشنهاد خیلی خوبی بود برای من که برای مایی که نیو کامر بودیم داشت. پس برای همین من این بانک رو انتخاب کردم. به شما هم توصیه میکنم که حتما قبل از اینکه بانکتون رو انتخاب کنید به این موارد توجه کنید. پنجمین کار اینه که برای MSP ثبت نام کنید. خب MSP چیه؟ MSP مخفف کلمه مدیکال سرویس پلن هستش که در واقع اون پوشش بیمه شما توی کشور کاناداست یا و تو استان بریتیش کلمبیا که هر استان توی این کشور در واقع پوشش بیمهش یا اسمش فرق داره. MSP کلا مختص استان بریتیش کلمبیا است. خب در واقع چون توی کانادا تمام خدمات درمانی رایگان هستش، شما به عنوان کسی که با اقامت موقت اینجا دارین میتونین از خدمات درمانی رایگان اینجا استفاده کنین. پس برای همین به محض اینکه میرسیم باید بابت این خدمات ثبت نام کنین، چون که MSP صدور کارتش و شمارش حدوداً 2 تا 3 ماه طول میکشه. پس خیلی مهمه که روزهای اول این ثبت نام رو انجام بدین که تایمتون رو در واقع کوتاه‌تر کنین برای دریافتش و اینکه اینه که چیزی که از شما میخواد ثبت نامش از این طریق هستش که شما وارد سایت MSP میشین و به عنوان نفر اصلی خودتون رو ثبت نام میکنید و همچنین همراهتون رو ثبت نام میکنید که با شما هستن، چون سوال ازتون میپرسه مثلا همراه دارین یا مثلا همسر دارین، پارتنر دارین که باید اونو اعلام کنید که توی سایت حالا پرمیتاتون رو به همراه پاسپورتاتون بعد اسکنش رو بارگذاری کنید و منتظر بمونید که کارتتون صادر بشه. ششمین کاری که انجام میدید این هستش که بیمه موقت بگیرین. خب همونطور که تو مورد قبلی بهتون گفتم این که MSP براتون صادر بشه حدوداً 2 تا 3 ماه طول میکشه و شما تو این مدت هیچ نوع بیمه ای ندارین. یعنی اگه خدای نکرده اتفاقی براتون بیفته شما تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستین و بعد تمام هزینه های درمانی رو خودتون بدین و همونطور که میدونین هزینه های درمانی اگه بیمه نداشته باشین اینجا خیلی بالاست. بابت همین ما
خودمونم وقتی که اومدیم تو هفته اول بیمه در واقع بیمه 3 ماهه برای خودمون گرفتیم با کاورج بالا که بهتون توصیه میکنم بیمه بگیرین که کاورج بالایی داشته باشه، حالا کاورج آمبولانس داشته باشه، کاورج در واقع کاملی داشته باشه که این در واقع یه آسودگی خاطر برای خودتون هستش. هفتمین کار، برای هفتمین کار کمپس کارت بخرید. کمپس کارت چیه؟ کمپس کارت ها کارت های حمل و نقل عمومی استان بریتیش کلمبیا برای شهر ونکوور هستش. اگه توی شهر ونکوور و شهر اطراف ونکوور زندگی میکنید این کمپس کارت خیلی ضروریه که داشته باشین. چرا؟ چون روزای اول، ماه اولی که تو کانادا هستین حالا ماشین خودتون رو ندارین و مجبورن که از وسایل نقلیه استفاده کنین و اینجا برای حمل و نقل باید حتما برای اینکه از حمل و نقل عمومی استفاده کنید باید حتما کمپس کارت داشته باشین. حالا برای اتوبوس‌ها میتونین از سکه یا پول نقد استفاده کنید ولی برای مترو یا اسکای ترین اصلا نمیتونین با پول استفاده نمیتونین از پول استفاده کنید و باید حتما کمپس کارت داشته باشید. و یک در واقع آیتم دیگه هم داره، میتونید از کارت های بانکیتون پرداخت کنید به جای کمپس کارت، اما تفاوتش اینه که هزینهش خیلی بالاتر میافته. مثلا وقتی که از کمپس استفاده میکنید مثلا از یک از این خیابون تو اون خیابون یا چند تا ایستگاه میرید حدودا $2 هزینهش میشه، ولی اگر از کردیت کارت یا دبیت کارتتون پرداخت کنید به اندازه $7 تا $8 هزینهش میشه. هشتمین کار، آدرس خودتون رو ثبت کنید. خب میدونم وقتی که وارد کشور که میشین حتما باید یه جایی داشته باشین که توش اقامت داشته باشین. اگه جزو اون دسته افراد خوششانسی هستید مثل ما که یه کسی رو تو اون شهر یا کشور دارید، تو شهری که میخواین توش زندگی کنید دارید که در خونهشون رو براتون باز کردن، ازتون پذیرایی کردن، که میتونم بگم که حسابی خوششانس هستین و برید عشق کنید. ولی اگه نه کسی رو اینجا نداشتید حتما یه جایی رو از قبل، حالا تو چه تو گروه های تلگرامی، چه تو فیسبوک مارکت و یا چه از طریق ایر بی ام بی اجاره کرده باشین. خب بالاخره باید این تایم موقت تموم بشه و شما باید یه آدرس ثابت از خودتون داشته باشین. پس برای همین اول از همه این که باید آدرس خودتون رو اعلام کنید، به خاطر اینکه کانادا بیشتر در واقع تعاملاتش از طریق نامه هستش، یعنی صحبت هر چیزی که میخوام بهتون اطلاع بدن یا براتون ارسال کنن از طریق پست هستش که براتون نامه ارسال میکنن. پس بنابراین داشتن آدرس در واقع داشتن آدرس دائم و کد پستی از مهمترین چیزهایی هستش که باید انجامش بدین. نهمین کار اینه که آیدی کارتتون رو بگیرین. خب گرفتن آیدی کارت توی هر استان در واقع مراحل مختلفی داره. من فقط دارم در مورد استان بریتیش کلمبیا صحبت میکنم. در واقع آیدی کارتی که اینجا هستش رو بهش میگن BCID که مخفف کلمه بریتیش کلمبیا آیدنتیفیکیشن هستش که همون کارت شناسایی شما میشه که این هم در واقع جزو ضروری ترین ها هستش، به خاطر اینکه شما هر کار اداری که دارید انجام میدید به عنوان کسی که تازه وارد هستید تو کشور باید مدام پاسپورت خودتون رو با خودتون هم کنید و به این ور اون ور ببرید. حالا بانک میرید یا کانادا سرویس میرید، هر جای دیگه که میرید باید این پاسپورت رو همراه خودتون ببرید. این آیدی کارت در واقع به شما کمک میکنه که دیگه پاسپورتتون رو با خودتون جایی نبرید. یه کارت شناسایی هستش که از طریق اون میتونین که در واقع برای هر جایی، هر چیزی که بخواید ثبت نام کنید اون کارت شناساییتون رو نشون بدین که دیگه نیازی نباشه که پاسپورت خودتون رو با خودتون به این ور اون ور ببرین و اینکه تو خطر در واقع ریسک گم شدن قرارش بدید. و دهمین کار، برای گواهینامه درخواست بدید. خب همونطور که تو آیتمای قبلی بهتون گفتم گواهینامه هم در واقع مثل آیدی کارت هستش اینجا که تو کشور کانادا هر استان گواهینامه‌اش فرق داره با استان‌های در واقع با استان‌های دیگه.
خب شما با توجه به استانی که هستین باید به اون محلی که برای صدور گواهینامه هستش برید و کارهای لازم رو انجام بدین. خب من تو این ویدیو میخوام در مورد بریتیش کلمبیا یا شهر ونکوور صحبت کنم که در واقع یه سری مراکزی هستش به نام ICBC که مخفف کلمه Insurance Corporation of British Columbia هستش که شما با همراه داشتن اصل گواهینامه ایرانتون و حالا هر کشور دیگه که هستید، اصل گواهینامه‌تون و سابقه رانندگی که داشتین و باید در واقع ترجمه کرده باشین و با خودتون آورده باشین، چون در واقع اگه سابقه رانندگی داشته باشین برای پرداخت بیمه ماشین بهتون تخفیف داده میشه که بعد از اینکه سابقه رانندگی و گواهینامه‌تون رو که دادین باید برای گواهینامه گرفتن مثل در واقع ایران یه دونه نولج تست داره که همون امتحان آیین هستش و یه دونه رود تست هستش که امتحان هستش که داخل شهر گرفته میشه که برای این نولج تست هم که یک سری سوال‌های مشخصی هستش که باید خونده بشه و امتحان شهری هستش که ازتون میگیرن. اگه که تو این دوتا آزمون در واقع پاس بشین بهتون گواهینامه میدن و وقتی که بهتون میخوان گواهینامه رو بدن، گواهینامه کشوری که توش هستین، گواهینامه ایرانتون رو ازتون میگیرن و اینکه دیگه بهتون نمیدن. پس اینم یه موردی بودش که دوست داشتم بهتون بگم. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من بودید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید و جذاب بوده باشه و تونسته باشم به یه سری از سوالاتی که داشته باشین و کسایی که در واقع توی این راه هستن و میخواستن یه سری اطلاعات در این مورد داشته باشن، امیدوارم که کمکی تونسته باشم کرده باشم و خیلی ممنون که با من بودین تا اینجای ویدیو و من برای اینکه باز هم ویدئوهای بیشتری بسازم به حمایت شما نیاز دارم. خیلی خوشحال میشم که برای من کامنت بذارید، لایک کنید و سابسکرایب کنید. امیدوارم که خوب و سلامت باشین. تا ویدئوی بعدی مراقب خودتون باشین.